سلام، امید که حالتون خوب باشه. امروز میخوام یه عدسی فوق‌العاده خوشمزه با هم درست کنیم. عدسی هندی، محشر. اول عدسمون رو میذاریم رو گاز با یک عدد گوجه که بپزه. البته از قبلم که چند ساعت خیس کردیم عدسامون رو. پیاز داغمون رو درست میکنیم و در آخر که طلایی شد حبه‌های سیر و یک عدد فلفل خیلی تند رو میندازیم تو مایتابه. تو کپشن کامل براتون می نویسم ادویه رو بهش اضافه می کنیم و رب می زنیم و در آخر اون گوجه‌ای که تو عدس پخته رو میاریم تو ماهیتابه و لهش می کنیم و بعد این موادمون رو اضافه می کنیم کنار عدس‌ها و هم می زنیم به همین راحتی. در آخر هم چند ورق سیر رو سرخ می کنیم. نوش جونتون.